اسنای افتتاحی کورس تکمیل اختصاصی آموزگاران محلی زبان چینی در تاجیکستان برای سال 2024 رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان قابلجان خوشبخت‌زاده ابراز سخن کرده ذکر داشت که امروز همکاری فعال دانشکده تعلیمی و فرهنگی کنفوتسی با مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین متشکلانه راه اندازی گردیده است که این از تطبیق موفق سیاست معارف پرورانه و همکاری‌های دوستانه زیر راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین درک می‌دهد. ذکر رفت که یکی از راه‌های ثمره‌بخش تشکل دانش و صلاحیت‌ناکی آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی برای ماندن تکمیل اختصاصی آنها محسوب می‌یابد و تکمیل اختصاصی آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات در رشد ساحه معارف و آماده نمودن متخصصان باسواد و دانشمند و رقابت‌پذیر بازار مهنت نقش کلیدی دارد. تاکید رفت که آموزش زبان یکی از مسائل‌های مرکزی در رشد ساحه معارف به حساب رفته مسئولیت بلند و شرایط مساعد را طلب می‌نماید. آموزگارانی که از اصول‌های معاصر زبان آموزی برخوردارند در سطح و صفت زباندانی خوانندگان نقش حل کننده می‌بازند. تذکر داده شد که کورس تکمیل اختصاصی آموزگاران محلی زبان چینی در تاجیکستان برای سال 2024 را استادان زباندان از دانشگاه آموزگاری شرق چین، دانشکده مبادله بین‌المللی فرهنگ دانشگاه پداگوژی سینزیان، دانشگاه ارتباطی چین و دانشگاه آموزگاری سینزیان می‌گذرانند. هدف کارشناسان از شانگهای و سینزیان تکمیل مهارت نظریوی و پداگوژی آموزگاران زبان چینی محلی در تاجیکستان ارزیابی شد. در این همایش آموزشی 50 نفر آموزگاران زبان چینی محلی از 6 مؤسسه تعلیمی تاجیکستان فراغ گرفته شدند. محتوای کورس تکمیل اختصاص از نظریه تعلیم زبان چینی، عملیه تعلیم زبان، نظریه و عملیه از خودکنی زبان دوم، اینچنین با سپاریدن امتحان بین‌المللی گرفتن شهادتنامه تعلیم زبان چینی عبارت می باشد.